امروزها در ناحیه ما لایحه عمومی ملی مکان سبز که در اساس تکلیف پرزیدنت مملکت پیاده می‌گردد همین طور با کارهای آبادی و آبادانی هماهنگ گرفته برده می شود. امروز در حدود راه ماشینگرد دیوایران طول با سفربر کردن تکنیک‌های راهگشای مخصوص کارهای تعمیر و ترمیم راه صورت می‌گیرد. حدود راه مذکور که از اداره سوختگیری قریش آغاز می‌یابد و وسیع گردیده برای نقلیات و پیاده‌گردان شرایط مساعد حرکت آماده می‌گردد. بنا به معلومات جانشین حاکم ناحیه صادق جان مرزایف این حدود راه بعد وسیع گردیدن اسفالت پوش نیز می‌گردد. بنا به معلومات رئیس جمع شهروندان محله دیوایران رحمان جان بابایف در دست کمک و دستگیری حاکمیت ناحیه در این قسمت راه ماشینگرد که به اشغال‌زارهای شهروندان پیوسته است میدان سبز تشکیل می‌یابد که این کار از شناندن ارچه‌های همیشه سبز آغاز یافت. برای تشکیل کردن مکان سبز از جانب بانک سهامی و تجارتی اگربانک زیاده از 500 دانه ارچه داده شد و این درختان سرسبز با همراهی کارمندان و کارگران آبادانی ناحیه شناخته شده ایستاده است. من تشبوس پرزیدنتومو کتی من عکس درخشنونی برافزوده است. من 40 روز درخشنونی اعلام شدگی. من در محله دیوایرانم ما سر کرده 600 تا درخت آوردیم. اگر بانک خودی موش با هم موشون با عینوم دیوایران برای رحمت. من همین 600 دونه درخت آورده دادن شناسودین محله دیوایراننده. آبادی برای لندرش کردن. چطور کوچه شناسودی؟ الحال در قسم اولین راه نهال‌های ارچه شناخته شدند و بنا به گفته‌های سرور اداره آبادانی انور جان ابراهیموف در شناختن ارچه به قاعده‌های مخصوص رعایت باید کرد. امکانیت شود یک کلتاکسی تک بس موندن در کار شمالنده این خیلی نشانش در کار یک طور ریشش خپیدن. باید گفت که در کار تشکیل مکان‌های سبز امروز تمام اهل ناحیه دست به کارند. با تعبیر در این کار از 7 تا 70 ساله شرکت میکنند. مستفید نورانی که سنشان به 85 دکه زده است عالم جان کریموف این کار را همچون عملی ثواب میدانند و نسبت تشبسکاران این کار خیر سخنانی صمیمی میگویند. بله آقای کسوده من چطور کوچه پرزیدنت مونده هزار رحمت کم نشوه من درخشانی باز من شرط ما یادم نسودی. چون در آغاز قید کردیم عملهای خیر در این حدود در هماهنگی صورت میگیرند، یعنی به خاطر تشکیل کردن مکانهای سبز راهها از حساب چاله‌جوهای شهروندان کلان گردیده در این حدود درختان منظروی شناخته می شود. در اساس رضایت شهروندان و کاربری خوب تکنیک‌های مخصوص در این حدود راه قریب به 2 متر کلان گردید و اکنون در این قسمت راه نیز حرکت کردن بی‌ملال شد. چون به ما متصدیان اداره راه تاکید کردند در این حدود جاهای تعمیر طلبی راه تعمیر و ترمیم خواهند گردید و شناختن درختان همیشه سبز ارچه تا به درآمدگاه محله صاحب کار صورت میگیرد.